اگه تازه شروع کردی به ادیت ویدیو، این سه ترفند ساده میتونن کار رو راحت‌تر کنن. قبل از اینکه بریم سراغشون، قبل چنل رو سابسکرایب کن. تو این ترفندها ما میخوایم دیگه از موس لپتاپ یا کامپیوترمون دیگه استفاده نکنیم و این رو حذف کنیم. خب همینطور که مشاهده میکنیم من موس کیبورد یا کامپیوترتون هر چیز دیگه رو قطع کردم و با فشار دادن دکمه سی کیبورد، دکمه ریزر و با فشار دادن دکمه وی، دکمه نشانگر موس فعال میشه. همینطور که مشاهده میکنید دوباره وصلش کردم و بدون اینکه موس رو تکون بدم دوباره دکمه ها رو فشار دادم و کار خودم رو انجام دادم. اینجوری میتونیم یک ادیتور حرفه‌ای بشیم. که خیلی راحت تو پرکاربردیه این که ما وقتی تعداد زیادی ویدیو داریم اونا رو با هم سلکت میکنیم و با فشار دادن دکمه های کنترل دی میتونیم بین اونا ترانزیشن بدیم و کار خودمون رو راحت کنیم. ترانزیشن اون هم خیلی نرم و راحت است، همینطوری که مشاهده میکنیم. فشار دادن کنترل ام خروجی ویدیو خودمون رو سریعتر بگیریم و تنظیمات خودمون رو مشخص کنیم و خروجی ویدیو سریعتر بگیریم. اگه از این سه ترفند خوشت اومد حتما چنل من رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن. ممنونم که از من حمایت میکنی.